استقلال غواړي د میړانه یو خاوره سور استعمار مدفن کړ د ژوند یو خاوره. والی ولایت پنجشیر در سلسله سفرهای خویش به فلسفالی ها در مجلس بزرگ مردمی حزب اول این ولایت نظام امارت اسلامی افغانستان را ثمره جهاد و شهامت میلیون ها افغان دانست. وجیبه دینی ملت افغانستان بود که در مقابل متجاوزین استادگی کردن و باید استادگی می کردن. کمونیست ها با تانک های شوروی وقت به کشور ما اشغال آوردند. مجاهدین دلیر و علمای کرام و ملت غیور افغانستان در مقابلشان مردانوار استادگی کردند. ملت غیور، همه ملتی که در طول تواریخ از خاک خود هم دفاع کردند، از مقدسات و قرآن و از دین و عقاید خود هم دفاع کردند، در مقابل امریکا و غلامانشان استادگی کردند. از کوههای پنشیر گرفته تا کوههای پکتیا و پکتیکا و قندهار و هلمند و هرات و غور و مزار و بدخشان صداهای الله اکبر در مقابل امریکایی ها برآمد و همین ملت غیور در مقابلشان استاد شد و سرانجام شد که الله رب العزت اونو فرعونی که دعوی خدایی داشت از قصر سفید صدا میکرد که یا با ما باش یا با تروریستا باش. تروریست کی بود؟ تروریست اون مجاهد بود که از دین خود، از قرآن خود، از نبی خود، از مقدسات خود دفاع میکرد. تروریست به تعریف اونها کسی بود، کسی که در مقابل امریکایی ها میخزه و جهاد میکنه، مبارزه میکنه. الله رب العزت اینی افتخار و اینی تاج عزت را باز به این ملت داد که در مقابل اونها استادگی کرد و اونها را از پای در آوردند. الحاج حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت پنجشیر در دیدار با مردم ولسوالی این ولایت و گرفتن پیشنهادات آنان اطمینان داده که به مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد. وی همچنان بیان کرده است که حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان با جان تلاشی های مردم افغانستان بوده که به هدایت امیرالمؤمنین به پیش برده می شد و امروز یک بار دیگر نظام امارت اسلامی دوباره حاکم شده است و حیثیت و آبرویمان حفظ است. برادرای عزیز، خواسته هایتان را میشنویم و یک چند خواسته که چند برادر ما گفتن حقیقت داره که جوانای ما بیکار هستند، باید به جوانای اشتغال زایی برشان شود که مصروف شوند. برایتان اطمینان میتیم که جناب امیرالمؤمنین صاحب، جناب وزیر صاحب داخله و دیگر وزرای معزز برای پنجشیر امسال استثناء بسطها بس داده. 600 بست وزارت دفاع به پنجشیر استثناء داده که به کل افغانستان نداده، که 600 جوان پنجشیر پیلن، اونا از پنجشیر بیرون رفتن در حالتی درس خواندن است که در حربی پوهنتون حربی 16 اونها درس میخوانند و 500 بست نو جناب امیرالمؤمنین صاحب به پیشنهاد خلیفه صاحب 500 بست نو به ولایت پنجشیر منظوری و مکتوبش آمده که از همه ولسوالی ها لیست ها پیش ما است، پیش لیست گیری کردیم، اونا را انتخاب میکنیم، میرن به وزارت داخله و به صفهای پلیس. همه ایشان بارا به خود صادق بودن و صادق هستند، الحمدلله رب العالمین. و ایرا در عمل ثابت کردن که ما
ملت خود را پیش نمی کنیم، خود ما پیش میشیم، ملت پشت ما بیایه. جناب خلیفه صاحب سراج الدین حقانی 4 برادر خود را در راه الله رب العزت قربان کرده. امیر رهبرای ما بودن. جناب امیرالمومنین صاحب اختر محمد منصور خودش در یک بمباردمانی بسترنشین امریکایی ها شهید میشه و همه وجودش قوق واره میسوزه. خود را به دین الله رب العزت قربان کردن و آل هم دشمنای افغانستان و دشمنای اسلام بفهمن که ما امیال هم از رهبر گرفته و تا عسکر و تا مجاهد گرفته از نظام خود و از عقیده خود و از دین خود و از کشور خود به سر و جان مال خود دفاع میکنیم و کسی را اجازه نمیتیم که باز کشور ما را طرف ناامنی و طرف خوف و طرف کشمکش های داخلی ببره. دشمنای افغانستان بفهمه که الحمدلله همگی ملت افغانستان حقایق را درک کرده. ولی پنجشیر همچنان از مردم حصه اول این ولایت خواسته که قدر نظام کنونی را بدانند و فریب دسیسه‌گرانی که 20 سال اشغال در کشور را آوردند نخورند. در این مراسم در کنار والی این ولایت برخی از علما و مقام‌های حکومتی و باشندگان حصه اول این ولایت نیز شرکت کردند. والی پنجشیر اشاره به سفرهای خود به مناطق مختلف پنجشیر، دیدار با مسئولین ملکی و نظامی به سطح ولسوالی ها به منظور دریافت مشکلات و پیشنهادات و رسیدگی به آن تاکید کرده و گفته است که با مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد. وی همچنان اضافه کرده که تلاش های جدی میکند تا با مردم پنجشیر در قسمت تطبیق هر برنامه های انکشافی و نیمه انکشافی در پنجشیر و نیمه انکشافی به گونه متوازن عمل نماید. از یک طرف و دیگر طرف را ما مدیریت میکنیم، از کسی فرمایش هم نمیگیریم و از کسی حراس هم نداریم. امرای ملا برادر خون حفظه الله و رعایش اشتا بدیم که فلانی پروژه را بسیار حیاتی است به افغانستان عملی بکنیم. گفت قسم به الله که به قیمت سر امام شما عملیش میکنیم، از هیچ کس هم نمیترسیم. الحمدلله ملت و رعیت هر دویشان حقایق را درک کردن و دیگه ما تمنا داریم که ملت ما حقایق را درک بکنه، مطالعه بکنه. درباره هر کسی که شک داشته باشه، این واجبه هر فرد است، مطالعه بکنه که همین مردم چیزی میگه، همین مردکه چیزی میگه، همین عالمی که میخزه و همین وزیر و همین معین و همین والی و رئیسی که میخزه، مطالعه بکنه که چی میکنه، عملش چی است، آیا چیز را عملی میکنه خالی گپ است. این را برایتان اطمینان میتیم که شب و روز همه اراکین نظام در خدمت شماست، در خدمت وطن است، در خدمت نظام است. دیگه وی همچنان به باشندگان حصه اول این ولایت در قسمت معرف صحت و فراهمسازی اشتغال طبق پروژه های عمرانی و آنچه چالش پنداشته می شود رسیدگی به آن را اطمینان داده است. ریاست معارف را در مثال میگیم که تقریبا زیادتر یا کمتر از 1000 بس به ولایت پنجشیر امسال آمده و کل جوانای پنجشیر استخدام شده. تقریبا شاید چیزی کم و زیاد 100 بس به ریاست امر بالمعروف آمده که همه علمای پنجشیر و همه کسایی که واجد شرایط بودن استخدام شدند. از سوی هم رئیس شورای علمای پنجشیر و دیگر مقامات این ولایت نیز بیاناتی داشتند. ما انشاءالله همه به خدمت شماست، همه عالما هستند و به ستری ما و شما نیست. الله جل جلاله به ما و شما امیری را داده است، عالم است، بزرگ است. به خاطر ساخت ساز یک نظام اسلامی می باید که خدام ملت و ملت مشوره بکنند، از اینها مشوره بگیرند کدام راه های خیری که در ذهن
علما، محاسن سفیدا، نسل جوانی که آرزوی نظام اسلامی را دارند می باشه، و مسئولین خود باید پیشنهاد بکنند که طبق از این برنامه ها و طبق از این دستور العمل ها اگر ما پیش بریم کمر نظام هم مستحکم تر میشه. عطاالله محمدی هستم، با نمایندگی از مردم قریه مکنی صفیچی صحبت میکنم. و چند چیزی هست که مردم ما با مشکلات دست پنجه نرم میکنن و یکی تعمیر مکتب پای مکنی است که 11 سال میشود ناتکمیل مانده. البته اعمار دیوارای شده اما پوششش صورت نگرفته. دو، برق مکنی مدت 5 سال میشود که خراب گردیده و اعمار مجدد ضرورت دارد. سوزی باشند که با درد دیرینه مردم ما معلم بگذارند، با مو جور جفایی که ستمگرایی که ستم کردن در بالای مردم افغانستان، چه روسا بودن، چه انگلیسا بودن، چه امریکایا بودن، چه کسای دیگه که مسایه که مداخله میکردن، اینمیارا زخمهای دیرینه مردم ما را محرم بکنن. این انتظار دیرینه ما بود که الحمدلله امروز رهبری ولایت پنجشیر ما به سطح پنجشیر تصمیمش اینمی است که باشه که تا باشه که می گشتنایی را که میگردن تایی که با هم مردم در آغوش بگیرن و مردم نظامش در آغوش بگیره، دست با هم بدیم تایی که آنمو آرمانای دیرینه که داشتیم او آرمانا بخیر الحمدلله حالت تطبیق شدن و تطبیق شد. این در حالی است که سفرهای ولی ولایت پنجشیر به ولسوالی های این ولایت به دستور امیرالمومنین بوده و ایجاد برنامه های مردمی به باشندگان این محل فرصت داده می شود تا به خواسته هایشان رسیدگی شود. ژوند یو خاورا زنده دستا